بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر و تمام خواهران عزیزی که در درس‌های سه شنبه و پنج شنبه همراه ما اشتراک دارید. امروز درس تفسیر ما سوره مزمل است و به پروردگار خیلی و خیلی خالصانه دعا میکنم که عمل کردن به این سوره رو برای ما نصیب گرداند، چون میبینید که این سوره از اول و بتوانیم بگیم تا آخر حتی درباره قیام اللیل یعنی نماز شب صحبت میکند و تا چه اندازه بزرگ بودن این نماز، تا چه اندازه کمک کردن این نماز در زندگی ما و این چونین در مصیبت مشکلی های ما. پروردگار میگوید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل. معنای مزمل خواهران عزیز خیلی که در مدثر بود جامه پیچیده یا اینکه خود را پیچانیده. بعضی از علما میگویند اینجا وقتی الله میگوید ای مزمل، معنای مزمل این نیست که ای آنی که خود را به لباست پیچانیده ای، معنایش ای آنی که خود را به لته یا به گفتی ما به ادیال پیچانیده ای، گویا که از خوابت بخیز از پی نماز شو، از پی نماز شو. یا ایها المزمل، ای آنی که خود را پیچانیده ای، قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا، بخیز شب را یا گفتیم شبها را با نماز سپری کن، الا قلیلا، مگر اینکه کمی از آن را برای خواب جدا کن. یعنی پروردگار به پیامبرش امر میکند که ای آنی که خودت را پیچانیده ای، شبها را بخیز و از پی نماز شو، از پی نماز شو، مگر اینکه مقدار از شب را برای استراحت خود جدا کن، چون اگر تمام شب را تو با نماز سپری کردی برای روز قوتی تو نمیماند. تقریبا تمام علما اتفاق هستند که این سوره اولش امر میکند به نماز شب، به قیام اللیل پیامبر و صحابه ها را، ولی آیت آخرانش این فرض را از بین میبرد. یعنی در اول نماز تهجد خواندن هم برای پیامبر هم برای صحابه ها فرض بود و 1 سال همین نماز در فرضیتش باقی ماند. بعضی علما میگویند 16 ماه، ولی حدیث عبدالله ابن عباس و حضرت عایشه به آن دلالت میکند که 1 سال آخرین آیت این سوره نازل نمی شود و پیامبر همراه صحابه ها تقریبا 1 سال ترک نکرده نماز شب می خوانند. پس از 1 سال اگر خواندید ثواب است، نخواندید گناهگار نمی شوید. گویان پروردگار حکم نماز تهجد یا قیام اللیل را از فرض به سنت یا گفتیم به مستحب و نافله می فرارد. و این اولهای سوره مزمل چه است؟ آیت های هست که نماز شب را فرض کرده است، ولی بعدا در آخر آیت می بینید که بعداً پروردگار برای سبکی کردن به امت محمد صلی الله علیه و سلم فرضیت این نماز را از بین میبرد. و مزمل خواهران عزیز و مدثر این نام پیامبر نیست، این از صفتهای پیامبر که در همان احوال بودن، یعنی خود را پیچانیده، جامه برتن پیچیده. نامهای پیامبر چه خیلی که در صحیح بخاری آمده است، پیامبر با 5 نام، در حدیث با 4 نام خودشون را معرفی میکنن. من محمد هستم میگویند، من احمد هستم، من حاشر هستم، من قاسم هستم. اما مزمل و مدثر این از نامهای پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست. اینجا اینجا الله میگوید نصفه او انقص منه قلیلا، یعنی فقط نصف شب را برای خودت، تمام شب را برای نماز جدا نکن و اندکی از آن را برای خواب خود هم جدا کن. نصفه او انقص منه قلیلا، یعنی نصف شب را، یعنی تمام شب را به 2 تقسیم کن و نیمی آن را با عبادت سپری کن. او انقص منه قلیلا، یا که میتوانی از آن نصف هم باز کمتر کنی. او زد علیه، یا اینکه بر آن زیادی کنی. یعنی پروردگار به پیامبر صلی الله علیه و سلم و در سیاق پیامبر به تمام امت در سرآغاز این سوره
میفهماند که شما میتوانید نصف شب را برای خواب و نیمه دیگرش را، یعنی نیمه شب را برای خواب، نیمه دیگرش را برای عبادت جدا کنید، یا از همون نیمه هم باز زیادتر، یعنی از 2 حصه آن را برای نماز جدا کنید، یا از 1 حصه آن را برای نماز جدا کنید. مهم تمام شب را با خواب سپری نکنید. و در دوامش الله میگوید ورتل القرآن ترتیلا، و قرآن را مرتل، یعنی معنای ترتیل خواهران عزیز آهسته آهسته خواندن، با تدبر خواندن و این چنین معنایش رو فهمیده خواندن است. حدیث آمده است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر مرد را میبینند که آیت الکرسی را میخواند و گریه میکند. پیامبر میگویند خوش به حالش، این همان رتل القرآن ترتیل میکند، یعنی قرآن را مرتل میخواند. معنای ترتیل شتاب نکرده، حرف به حرف به معنای صرفم رفته خواندن است. بعضی علما میگویند معنای ترتیل این است که تو چیزی میخوانی بفهمی، از خوانده هایت به قلبت ترس الله جای شود و این چنین از کلام الله حلاوت بری و برای عمل کردن به این قرآن پروردگار تو شتاب کنی. معنایش چی است؟ یعنی قرآن را بعضیا میگن اون انسان هر روز 5 پاره یا گفتیم 6 پاره و 7 پاره ختم میکند، چرا در حیاتش یا در اخلاقش قرآن دیده نمی شود؟ قرآنی که شما میخوانید و سرفهم نمی روید، شما میخوانید و مقصدتون فقط همان یک مقدار رو خوانده تمام کردن است و در وقت خواندن فکر شما، هوش شما تماما در کوچه و در بازار و در مشکلی های دنیویتان هست، از آن قرآن هیچ فایده نمیگیریم. آره امید هست که پروردگار برای هر یک حرف خوانده تان به شما اجر دهد، لیکن وقتی پروردگار به ما میگوید ورتل القرآن ترتیلا و قرآن را تو مرتل بخوان، با ترتیل بخوان، معنای ترتیل این است که اون چیزی که میخوانی بفهم، به آن عمل کردن رو شروع کن و به آن عمل کردن رو عزم کن. از چیزی که درباره دوزخ و آخرت میخوانی پناه بطلب، برای آن آمادگیت را بین. از رحمت و از بزرگی های پروردگارت وقتی میخوانی باید ایمانی تو زیاد شود و این گونه قرآن به ما تاثیر میرساند. یعنی قرآنی که فقط رویکی میخوانید و نه معنایش را میدونید، نه حتی مقصد فهمیدن آن را دارید، سبحان الله انسان هایی هستند که سحری درباره به شرک نزدیک نشوید، به زنا نزدیک نشوید، موسیقی گوش نکنید، حرام نخورید را میخوانند، نصفه شب به گناه آمیخته هستند. در اینجا چیزی که ما گفته میتوانیم، شما رتل القرآن ترتیل ندارید، یعنی شما فقط قرآن رو خوانده ایستادید اما برای فایده گرفتن از آن چی میخوانم، از آن معنی گیرم کوشش نمی کنید. خواندن قرآن در همه حالت مبارک است، خواندن قرآن در همه حالت ثواب دارد، ولیکن خواندن قرآن هم شرط و شروطش رو دارد. چیزی که میخوانی حداقل فهمیده باید بخوانی. الان میگویند باید عربی یاد گیریم، نه برای شما چقدر تفسیرها الان وجود دارد، چی با زبان تاجیکی، با زبان روسی، حتما حرکت کنید. حداقل سوره انعام درباره چی گپ میزند، سوره بقره از چه صحبت میکند، حداقل درباره موضوعهای سوره ها باید با خبر باشیم که بعضی آیات ها را وقتی گفته می شود بعضی ها حتی میگن نه این گونه آیت وجود ندارد یا آیا همین گونه آیت هم بوده است. گویان حیران میشوند از اینکه فقط قرآن را خواندند و درباره آن چیزی که در داخلش هست حتی نپرسیدن. و اینجا الله چی میگوید ورتل القرآن ترتیلا، یعنی وقتی که تو قرآن میخوانی قرآن را فهمیده و دانسته و آزاده فهمیده و دانسته و این چونین آرام آرام بخوان، یعنی آرام آرام از آن بخوان. در دوامش الله میگوید این سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی ای محمد ما به تو به نزدیکی یک مسئولیت خیلی سنگین رو به دوشت میگذاره.
پروردگار در اول گفت نصفه های شب خیز یا از نصفه شب زیادتر یا کمتر، یعنی نیمه شب نمازت را بخوان. در دوامش چی گفت؟ ما به نزدیکی، سه معنای به نزدیکی رو میدید. ما به نزدیکی بر دوش تو مسئولیتی سنگین رو خواهیم نهاد، که بسیاری از علما میگویند که تو نمازهای شب رو بخوان تا مسئولیتی سنگینه که آینده بر دوش تو گذاشته می شود برایت آسان شود. آن مسئولیت سنگین هدایت مردم، جهاد در راه الله، دعوت کردن انسان‌هایی که خبر از یکتاپرستی نداشتند. و اینجا رو ببینید که الله چی میگوید؟ تو از این که مسئولیتی سنگین رو در آینده به دوش داری، نمازهای شب رو بخوان، چون نمازهای شب تو رو قوی میسازد. در دوامش الله چی میگوید؟ این ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. همانو ساعتهای شب یا نماز شبی که تو میخوانی، اشد وطئا، آن نماز تو به قلب تو، به زبان تو موافقت میکند. یعنی نصفه شبی که تو بیدار خوابی میکنی و نماز میگذاری، همه جا آرام است. کسی به گفت ما به ما خلل نمی رساند، کسی به ما مزاحم نمی شود. و نصفه شب که شبها آرام استند و کسی برای شما در این وقت خلل نمی رساند، شما دقیقاً الان به کی صحبت کرده ایستادید، چی گفته ایستادید، آن را می فهمید. یعنی زبان شما با قلب شما موافقت می کند و گوش شما به قرآنی که می خوانید، به سجده هایی که می روید، به رکوع می روید و عموماً کسی شما را نمی بیند. خلوتی شب فقط شما و پروردگار است. در حقیقت یک عبادت هست که دور از ریا، عبادت هست که دور از شلوغ و غوغای دنیا هست. و پروردگار میگوید نماز شب، ساعتهای شب که تو برای عبادت جدا میکنی، این وقتی هست که در حقیقت موافقت میکند، مناسب است با زبان و با قلب تو. یعنی این عبادت عادی نیست. روزانه بعضا نماز میخونیم، یک طرف کودکمون، یک طرف پخت و پز و برای زنها کارهای خانه و باز چند شغلهای دیگر. یا مردها هم روزانه وقتی نمازهای 5 وقته میخونن، پس از نماز یک کاری دیگری دارن، یا بعضا کسی ما رو نگاه داره چیزی دیگر. اما شبانه وقتی هیچ کاری نداری، فقط توی نمازت هست، نصفه های شب که برای کار دنیا ما مشغول نمیشویم، این عبادت رنگ خودش را و این چونین ثواب و صفت خاص خودش را دارد. و الله میگوید و اقوم قیله، و سخنهایی که تو در نماز شب میگویی قوی تر است از اونه که در نماز روز میگویی. یعنی عبادتی که تو نصفه شب میکنی ای پیامبر و امتی، تو نمازی که نصفه شب، علل خصوص نیمه شب، 3/1 آخری شب، از 3/2 آخری شب میگذارید، از نماز روز خیلی فرق میکند. هم آن نماز شما خشوع خودش را دارد، هم آن نماز شما صفت خودش را دارد و این چونین گفته های شما در آن شب خیلی خالصانه هست، خیلی قوی از قلبتان می آید. چگونه که کسی نیست می توانیم ولله المثل الاعلی مثال بزنیم. خواهران عزیز، وقتی شما با یک نفر تک و تنها هستید و 100% یقین دارید، مطمئن هستید که بجز هر دوی شما کسی نیست، خیلی آرامانه به حال خود صحبت میکنید با او، همه گپ ها رو میگوید و هیچ ترس ندارید، چون شما فقط 2 نفر هستید. نمازهای نصفه شب هم همین گونه است. خلوتی شب شما و پروردگار کسی خلل نمیرساند و الله چه میگوید؟ اشد وطئا و اقوم قیلا. گفته هایت هم قوی است، عبادت هایت هم دور از ریا هست، عبادت هایت هم خالصانه هست. این لک فی النهار سبحا طویلا. چرا میگوید پروردگار که تو نصفه های شب نماز بخوان؟
چون روزها تو مشغول به کار و بار زندگی هستی. چه خیلی گفتم روزانه وقتی ما با کار دنیا خصوصا زنها با فرزند و با خانه‌داری مشغول میشوید، شما برای 2 رکعت نمازی که خالصانه باشد به حضور در سجده و در رکوع باشد تقریبا وقت پیدا نمی کنید و روز برای زیادی کارهای دنیا و دواتاز است، اما شبها باشد عبادتش طعم دیگر را دارد. ولی وای از دست تلفن ها، داد از دست اینترنت که امروز نصفه های شب ما یا گفتیم شبهای خلوت ما دارد با اینترنت و با تماشای این و آن چیزهایی که اصلا نه به فایده دنیای ما نه به فایده آخرت ما هست سپری می شود. خیلی کم و اندک هستند آنهایی که خداوند به آنها با نظر رحمت نگریسته است و آنها نصفه های شب برای تلفن و گوشی دستی خود ببخشید به جای تلفن و گوشی دستی خود می روند سر جای نماز که الان و در من وقتی نماز است و الان من باید با عبادت شب مشغول باشم. در دوامش الله میگوید وقتی میگوید این لک فی النهار سبحا طویلا، یعنی تو دواتاز و کار و بار زیاد داری، شب رو برای خود چیکار کن؟ برای عبادت جدا کن. واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، و ذکر پروردگارت را زیاد کن نصفه شب در نمازت چی در غیر نمازت زیاد سبحان الله الحمدلله الله اکبر، بزرگی پروردگارت را زیاد یاد کن و تبتل الیه تبتیلا، و خالصانه برای عبادت الله یگانه ات خودت را ببخش. یعنی نصفه شب نماز شب تو طوری باشد که آنجا کلن از تمام دنیا انقطاع کنی. معنای انقطاع چی است؟ گویا که تو کسی نداری، تو نه فرزند داری، نه شوهر داری، نه زن داری، مردها نه کار و بار داری، کلن خودت را به پروردگار واگذار. یعنی همین گونه نماز شب تو باشد که توی فقط ذکر پروردگارت، توی یاد پروردگارت. انا این نماز، این گونه نمازهای شب وقتی اجابت دعا میگوییم یا وقتی بخشیده شدن گناه میگوییم، در حقیقت انشاءالله اگر همان گونه‌ای که الله وصف کرد شما با تبتل یعنی کاملا دست کشیدن از دنیا، دور از مشکلی های دنیا، دور از نقشه های دنیوی، وقتی خودتان را سرتان را به سجده نهادید و گفتید پروردگار را نیاز به تو دارم، من محتاج تو هستم، من بنده هستم که تمام روزها تقریبا لحظه رو برای تو جدا کرده نمیتوانم، برای عبادت تو الان به نزد تو آمدم، سر به نزد تو می نهم، من مشکلی هایم رو به تو میبرم، ضعیفی هایم رو به تو میبرم، تمام مشکلی هایتان رو، تمام هستیتان رو به پروردگار واگذاشتید. این می شود تبتل که الله چی میگوید؟ و تبتل الیه تبتیلا، و خالصانه به پروردگار خود در این نصفه شب، در این ساعتهای شب نماز شب گذار. خواهران عزیز بعضی ها میگویند ما 2 کسه و 3 کسه نماز تهجد میخونیم. خوب است نماز تهجد با جماعت خواندن هم جایز است در نزد تمام علما، اما همان گونه‌ای که لذتی انسان وقتی در تنهایی میخواند نماز میخواند دارد، آن لذت را ندارد. یعنی لذت نماز تهجد، لذت نمازی که شما تنها به تنها با پروردگار هستید، در سرتان هیچ چیز نیست و جز عبادت خودتان و پروردگارتان. آن لذتی که شما دارید با جماعتی که یعنی جماعت نمازگزاران دریافت کرده نمیتوانید. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا همیشه نمازهای تهجد را تک و تنها میخواندند. در دوامش الله میگوید، یعنی بعد از اینکه درباره نماز تهجد گفت رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، ای محمد، و در سیاق پیامبر تمام مسلمان ها، پروردگار شما، الله شما، خالق شما، خالق مشرق و مغرب است،
لا اله الا هو، بجز او هیچ معبود وجود ندارد. شما نصفه شب نمازهایی که میگذارید به یک انسان عادی سجده نمیکنید، به یک مخلوق دوپایه‌ای که امروز هست و فردا نیست. نه، شما به شاه شاهنشاهان، به ملک الملوک، به ملک الملوک سجده میکنید. اونی که مشرق و مغرب در دست اوست، اونی که بجز او هیچ معبودی بر حق وجود ندارد. الله میگوید فاتخذه وکیلا، انا همان پروردگار را برای خود وکیل انتخاب کن. وکیل کی هست؟ همانی که تمام کارهای مرا به عهده میگیرد. وکیل کی هست؟ همانی که در تمام کارهایم به او اعتماد میکنم و به او و میگویم وکیل من کارم را انجام میدهد، من از پسش نمی برایم، او به جای من انجام میدهد. الله میگوید دست از انسان ها بکشید و امور خود را و پناه خود را، وکالت خود را به دست الله یگانه دهید، چون او الله هست که رب المشرق و المغرب است. مشکل از خواهران عزیز، امروز ما چقدر وکیل داریم. ای شوهر من همیشه زندگی مرا نگاه میکند، یک پسر دارم شیر بچه‌ای که او همیشه از پس من است، من یک پدر ثروتمند دارم. خیلی کم هستند آنهایی که میگویند من وکیل دارم. وکیل من مخلوق دوپایه نیست، وکیل من پروردگار مشرق و مغرب است. الله میگوید مرا به خود وکیل گیر. وکیلی که اینجا الله میگوید کلا کار خود را واگذاشتن به الله میباشد. سبب گرفتن جایز است، از کسی کمک گرفتن جایز است. یک وکیل عادی یا گفتیم یک حمایتگر عادی گرفتن ممکن است، اما قلبا شما باید وکالت شما کلن به دست الله باشد که پروردگارا تمام امورم را به تو می سپارم، تو وکیل من باش، تو تمام امرهای مرا، کارهای مرا خودت به سامان برسان. وکیل همان کفیل است، یعنی کسی که به کفالت می گیرد و خداوند امر می کند که فاتخذه وکیلا، پروردگارا برای خود وکیل و کفیل قرار بدهید. در دوامش الله چی می گوید؟ واصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا. و ای محمد صبر کن به بدزبانان، به تهمتگران، به آنهایی که به جز بد گفتن کار ندارن. البته اولی اینها همان مشرکان مکه از ابو جهل و امثال آنها بود و بعدا منافقین و یهود مدینه بود و این چونین تمام بدزبانانی که همیشه به مسلمان ها ضرری زهرهای زبان خود را میرسانند. پروردگار میگوید واصبر علی ما یقولون، به این صبر کن، یعنی برابر آنها نباش. و هجرهم هجرا جمیلا، با یک شکل خوشروی، با یک معامله خوب آنها را ترک کن. خواهران عزیز، این آیت اگر در زندگی من و شما عملی شود، شما اصلا با یک بدزبان، با یک احمق سفسطه‌گوی، با یک انسان‌هایی که بجز تهمتگری، بجز به مردم نش زدن کار دیگر ندارن برابر نمیشوید. شما میگوید واصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا، من به خاطر الله صبر میکنم و او را ترک میکنم. بعضی حالت‌های هست که نباید صبر کنید، به بدزبان باید بدزبانی کنید، اما وقتی اون طرف عاقل است، اون طرف کسی هست که از بدزبانی شما اصلاح میشود. ولی اکثریت آنهایی که به من و شما بدزبانی میکنند، تهمت میکنند و ناحقی میگویند و ناحقی رو روا میبینند، از احمق بیش نیستند. یعنی انسانهایی هستند که حتی چگونه به ما ضرر رسانده ایستادن برای این شعور ندارن. یعنی شعوری خفه شدن ما رو یا گفتیم غم و اندوه ما رو آنها ندارن. به این چیز حتی عقل آنها نمیرسد، به این چیز حتی شعور آنها نمیرسد. پس با اینها چیکار میکنیم من و شما؟ با من و تو کردن. او گفت من هم میگویم، او نویست من هم می نویسم، او به نمیدانم استوریش من هم میمونم. به این هیچ جا اصلاح نمی شود. جواب احمق از اول هم سکوت است و تا آخر سکوت میماند. و اینجا الله چی میگوید؟ وهجرهم هجرا جمیلا، یعنی به خوبی ترکشان کن. خیلی خوب گفتی کردی، از گفته ای تو به من هیچ اثری نیست، هیچ تاثیری نیست، تو رو به حالت میگذارم. یعنی بعضی ها هستن عمرشون فقط او گفت چگونه من هم به او بگویم.
او زد چگونه او را بزنم، او کرد چگونه من هم بکنم تمام می شود. او پوشید من هم باید از او بالاترش را بپوشم. او فرزندی مرا این گونه طعنه زد، من هم برای طعنه زدن فرزندی او یک جمله نیست در جهان پیدا کنم. با این عمر می رود، بهتر نیست اینها که هم احترام ما را پایان می کند، هم وقتی ما را می گیرد، هم عصبی ما را خراب می کند. با یک نفر وقتی کشمکشی کردید، با یک نفر وقتی تو گفتی من هم میگویم گفتید، همان گونه‌ای که اعصابتان خراب می شود در هیچ دیگر کار علمی خراب نمی شود. باور کنید اگر شما 10 ساعت کتاب خوانید و 15 دقیقه با یک احمق جنگ و جدال کنید و توی من کنید، هر دوش برابر است و حتی که این 15 دقیقه از این هم زیادتر اعصاب شما را خراب می کند و خسته می کند. و اینجا سخن پروردگارتان است که می گوید واصبر علی ما یقولون، صبر کن. معنای صبر چی هست؟ یعنی جوشیده نبران، نکف، غضبی نشو، عصبی نشو، احترام خودت را دان، بدون که تو لایق نیستی که با این گونه انسان ها توی من کنی. و هجرهم هجرا جمیلا، به حالشان بگذار. یک بار گفتن، 2 بار گفتن، 3 بار گفتن، بعد از این دیدن که به شما اثر نکرد ترکتون میکنن. ترک هم که نکردن، وقتی شما آنها را ترک کردید خیلی و خیلی آروم میشوید. بعضی علما میگن این آیت پیش از جهاد بود و بعد زبان ها پیامبر باید صبر کنند بود و بعد از آیت های جهاد دیگر باید کشته شود بود هر منافق و هر دشمنی پیامبر که به پیامبر تهمت میزند. ولی بعضی علما میگویند نه، آداب و اخلاقی که تو باید با هر یک احمق بد زبان برابر نشوی در این آیت هست و همیشه باقی میماند. در دوامش الله میگوید و ذرنی والمکذبین اولی النعمت و مهلهم قلیلا، و به من واگذار جزای آنهایی که دروغ می شمارند تو را ای پیامبر. اولی نعمت، خیلی ثروتمند هم هستند، و مهلهم قلیلا، برای آنها یک مدتی کم مهلت بده که من جزای آنها را خود از پیش خود آماده کرده ام. این لدینا انکالا و جهیما و طعاما ذا غصة و عذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا. الله میگوید البته در نزد ما عذاب‌های گوناگون و این چنین بند و قیدهای هست که از پا و از دست و از گردن آن مشرکان و گناهگاران بسته می شود و جهیم و آتش سوزان است و طعاما ذا غصة و خوراک هایی که هم سوزان هستند هم خار دارند که حتی از گلو نمی گذرند و عذابا علیما و خیلی عذاب دردناک است. یعنی هی آنهایی که پیامبر را دروغ می شمارید، هی آنهایی که به الله ایمان ندارید، هی آنهایی که از گناه کردن نمی ترسید، حالت شما همین گونه که الان هست باقی نمیماند. شما برمیگردید به سوی پروردگارتان، آنی که عذابهای گوناگون و دردناک را برای شما آماده کرده است و این چنین خوراک زقوم و درد آور و پر از خاری که از گلوی شما حتی نمیگذرد با عذابهای دردناک. یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا، روزی که زمین و کوه ها بلرزه می درآیند و کوه ها را می بینی که ریگ های در همه جا پراکنده گشته اند. یعنی پروردگار روز قیامت را یادآوری میکند و پیشتر هم چه خیلی گفتیم اصلا تقریبا یگان سوره درازی را نمی بینید که پروردگار در آن از عذاب قیامت صحبت نکرده باشد. الله میگوید وقتی روز قیامت می شود زمین و کوه ها بلرزه می درآیند و کوه های بزرگی که امروز می بینی یک باره می بینی که کلن ریگ ها یا گفتیم خاک های به هر طرف افتیده می شوند. اینا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ما به نزد شما میگوید پیامبر را فرستادیم که او بر شما شاهد است ای اهل مکه، چگونه ای که ما به نزد فرعون هم پیامبر فرستاده بودیم. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، و فرعون
پیامبر خود را یعنی به موسی تکذیب کرد و به او عصیان کرد، سخن موسی را قبول نکرد و ما باشیم بر عوض این گناهش فرعون را به عذاب سخت دستگیر کردیم یا بالای او عذاب سخت را نازل کردیم که قصه غرق شدن فرعون را تقریبا همه می داند. و الله اینجا چی می گوید؟ ای آنهایی که پیامبر را دروغ می شمارید، یکی بالای شما هم همان عذابی که بالای فرعون آمده بود نآید. فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا. الله می گوید شما با کدام عمل خودتان را نجات می دهید در آن روز بزرگ که از غم و از حسرت و واویلا حتی کودکان یک باره پیر می شوند. یعنی الله روز قیامت رو این گونه به من و شما صفت میکند، این گونه وصف میکند که از شدت آن روز کودک یک باره پیر می شود. یعنی غم و اندوه بعضی جوانها رو یک باره پیر میکند و آن روز هم اینقدر پر از مشقت و درد است که کافران حتی یعنی کودک از عذاب یا گفتیم از مشقت آن روز یک باره پیر می شود. الله میگوید شما در آن روز با کدام عملهایتان، با کدام نماز و روزه و زکاتتان خودتان را نگه می دارید. السماء منفطر به کان وعده مفعولا ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا. پروردگار میگوید در آن روز یعنی روزی که روز قیامت می شود یک باره می بینید که آسمان یک باره به هم می پیچد و درهایش کشاده می شود و سقف ها گویا که بالای زمین می افتد و وعده الله انجام یافتنی است. و این پنده هست برای شمایان و برای هر کسی که می خواهد به راه الله بیافتد و راه الله را انتخاب کند. یعنی الله می گوید شما ای آنهایی که این منظره قیامت را الان دیده ایستاده اید، از شکافته شدن آسمان منفطرون به یعنی شکافته شدن و شکسته شدن سقف‌های آسمان و از درد و رنجی که حتی جوانها یک باره پیر می شوند و کوها و زمین به لرزه می درآید. این پنده هست برای هر یک نفری که می خواهد به سوی پروردگارش راه خود را باز کند، راه الله را برای خود کشاده کند. در دوامش آخرین آیت است خواهران عزیز، یک بار آخرین آیت را هم بگیریم. پروردگار چگونه مشقت شدن نمازی قیام اللیل یا تهجد برای مسلمان ها و سبک کردن این نماز صحبت میکند. خیلی گفتیم اول این آیت درباره فرض بودن نمازی شب صحبت میکند، آخری این آیت که تقریبا بعد از 1 سال نازل میشود درباره سبک کردن. الله میگوید ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. البته پروردگار میداند که ای محمد و آنهایی که همراه تو هستند از مسلمان ها، شمایان کمتر از 2 حصه شب رو بیدار خوابی میکنید. یعنی شب رو اگر به 3 تقسیم کنیم 2 حصه آن رو یا کمی از آن کمترش رو با نماز سپری میکنید، یا نیم شب رو یا اینکه از 3 یک قسمی آن را و این چونین طائفه همراهی تو از مسلمان ها. والله یقدر اللیل و النهار و خداوند مقدار کرده است، قدر گذاری کرده است، مدت های شب و روز رو خیلی خوب میداند. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم. پروردگار دانست که این نماز رو نصفه شب یعنی نیم شب یا از 3 2 قسمی آن را یا که از 3 یک قسمی آن را خواندن برای شما مشقت است. فقرأوا ما تیسر من القرآن. برای همین هر چی که برای شما قرآن به معنای نماز است اینجا از نماز آسان تر است آن را بخوانید. یعنی حتمی نیست که شما از 3 یک قسم شب را یا از 2 نصف شب را نماز خوانید. چقدر که برایتان آسان است همون قدر نماز خوانید. علم ان سیکون منکم مرضی و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله.
پروردگار میداند که گروه از شما بیمار هستید، به خاطر بیماری نماز نصفه شب خوانده نمیتوانید. گروه باشید به خاطر رزق و روزی در زمین سعی میکنید. گروه باشید در راه الله جهاد میکنید. پس فقر او ما تیسر من، به خاطر این سبب ها که شما در روز مشغول هستید، هر قدری که در قدرتتان هست برای شما آسان است همان مقدار نماز بخوانید. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اقرضوا الله قرضا حسنا، و نماز را بر پای دارید و زکات مالتان را بدهید و پروردگار قرض حسنه دهید. معنای قرض حسنه دادن یعنی صدقه هایی که شما به خاطر چیزی خالصاً برای الله میدهید، این گونه صدقه ها را زیاد کنید. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا. هر کاری که، هر عمل ثوابی که برای خود شما آن را انجام دادید، لانفسکم، چون عمل های ثواب ما برای خودمون است. پروردگار غنی است، پروردگار عزیز است، پروردگار به یگان عمل من شما محتاج نیست. پروردگار فرشته های دارد که یک لحظه هم از تسبیح و از رکوع و از سجده غافل نیستن. پروردگار میگوید هر ثوابی که برای خودت انجام دادی در نزد پروردگار آن را دریافت میکنی. عادین خیر و اعظم اجر، بهتر و با ثواب خیلی بزرگ. و استغفر الله، برابر انجام دادن کارهای ثواب و نماز خواندن استغفار را هم فراموش نکنید. همیشه از پروردگار طلب مغفرت کنید که طلب مغفرت کردن همیشه رزق روزی شما را زیاد میکند و قدر شما را در نزد پروردگار بالا میکند. و گناه هایی که دانسته و ندانسته کرده سبب مغفرت می شود. این الله غفور رحیم، و بدانید که پروردگار بخشنده است و این چنین مهربان است که شما را به خاطر گناه هایتان اصلا و اصلا به زودی مؤاخذه نمی کند. این آیت خواهران عزیز، آیت 30 سوره مزمل در اول آیت های فرض کرده نماز تهجد را به مستحب می فرارد، یا گفتیم حکمش را از بالا پایان می کند. و نماز شب چه خیلی گفتم خواهران عزیز، چه خیلی که پروردگار صفتش را به ما بیان کرد. بعضی ها میگن من اینقدر، من همین سوال را زیاد میشنوم، من نماز تهجدم کنده نیست، باز دعاهایم اجابت نمی شود، من نماز تهجدم کنده نیست، باز دلم همیشه سیاه است، من همیشه میترسم، در دلم یک خوفی هست، ناراحتی هست. خواهران عزیز، شاید نمازهای شب ما همان گونه‌ای که الله گفت و تبتل الیه تبتیلا این گونه نباشد. شاید نمازهای شب ما به کارهای دنیوی ما آمیخته باشد. شاید نمازهای شب ما همان گونه نباشد که خداوند از ما میخواهد. ولی اگرچه نماز شب مستحب باشد هم بعضی علما میگن برای پیامبر فرض بود که اصلا ترک نکرده بودند. نماز شب معجزه های خودش را دارد. در ما حدیث گشته و برگشته در تمام کتاب های سنن هست که علل خصوص بعد از نیمه شب یا اینکه یک آخر شب، وقتی اجابت دعا، وقتی قبول شدن توبه، وقتی درخواست نیازها از پروردگار است که آن را ما میتوانیم با نماز شب به دست بیاوریم. که پروردگار الها بعد از تفسیر این سوره، علل خصوص برای خود من که من هم نه همیشه در نماز شب هستم، گاهی میخوانم گاهی نه، برای من هم برای یکایک شما هم خواهران عزیز، شاگردانی که با ما هستید و تمام آنهایی که مؤمن و مسلمان هستند، برکت این نماز را نصیبشان کند. بگذار با برکت این نماز هم ایمان ما قوی باشد، هم مشکلی های دنیوی و اخروی ما را پروردگار خودش به کفالت و به وکالتش بگیرد.